ما امروز آوردیم به گلستان کوه خونسار. اینا هم لاله های واژگونه. این گلا معروفن به گل افسانه‌ای ایران و چند تا اسم دارن. گل اشک مریم، گل اشک سیاوش بسگون بعضی مناطق. سمت کردستان به اینا گن گل نانبر و همچنین بسگون که گل بگیریف. داستان‌های زیادی در مورد یو اگون کسی چه این لاله ها اینجوری سرازیره. اگون این گل شاهد یکیز غم انگیزترین صحنه‌های شاهنامه بیده. زمانی که سیاوش یکیز مظلوم‌ترین شخصیت‌های شاهنامه گردن زیده بود و این گل این صحنه ندیده و از غم و اندوه این صحنه لاله ها سرشون رو بندن وازی رو هیچ وقت صحنه رو فراموش نکردن. یکیز قشنگترین اسمان هم گگویل کردمون سر این گلانه هانه، گل نانبر. کردهای ایران معتقدن که هر کی این گلانه بچینه درهای رحمت و برکت خدا من زندگی بسته بود. سیهمیو به این گل نانبر یعنی نونس بریده بود. نظر ما نه فقط کندن این گل، هر کی به طبیعت آسیب بزنه نونس بریده بود. گل چی لفه